بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل و قصد داریم به همراه شما عزیزان در این برنامه بر سر سفره دل عزیزانی بنشینیم که در هفته گذشته الله متعال اونها رو مورد ابتلا قرار داد. در منطقه غرب ایران عزیزان و خواهران و برادران ما در منطقه غالباً بیشتر کردستان ایران و همچنین در کردستان عراق، در منطقه غرب ایران و شرق عراق و مناطق دیگری که زلزله اونها رو در هفته گذشته در نوردید و حتما عزیزان همه خبر دارن و اطلاع دارن که قدرت زلزله هم بالا بود، بیشتر از 7 ریشتر قدرت این زلزله بود و تعداد کشته ها تعداد زیادی است، تعداد زخمی ها همچنین. گرچه آمارهای رسمی اعلام شده از کشته های این زلزله حدود 500 نفر است، اما خبرهای میدانی و عزیزانی که در خود منطقه زندگی میکنن وقتی که صحبت از کشته ها میکنن گویی که آمار کشته ها خیلی بیشتر و بیشتر از اون چیزی هست که رسما اعلام شده و غالبا رسانه ها متاسفانه در چنین مواردی حقیقت رو نشر نمی کنن و پخش نمی کنن. به هر حال تعداد کشته ها بسیار زیاد و تعداد زخمی ها هم بسیار زیاد هست و هنوز هم این حادثه تبعاتش ادامه داره. با وجود اینکه چند روز گذشته هنوز هم از برخی از مناطق خبرهایی میرسه که کسی هنوز نرفته به سراغ آوار و خانه هایی که خراب شده و متاسفانه هنوز برخی از جنازه ها زیر آوار هست و هنوز به اونها رسیدگی نشده. خانواده هایی هستن که کاملا کل خانواده کسی از اونها باقی نمانده تا حتی بره و کمکی بیاره تا جنازه عزیزانش رو خارج بکنه. وضعیت دردناکی است و المناکی است و هر انسان صاحب قلبی که ذره از قلب در وجودش باقی مونده باشه در هر دیانت و هر باور و اعتقادی وقتی که تصاویر و فیلم ها و گزارش هایی رو که از خود این منطقه میرسه میبینه و مشاهده میکنه نمیتونه که اشک خودش رو کنترل بکنه و حقیقتا هم تحمل چنین لحظاتی و صحنه‌هایی برای هر انسان زنده دلی سخت است و دل سنگ رو آب میکنه، چه برسه به دل انسانی که ذره وجدان داشته باشه. و به هر حال آنچه که عزیزان همه در جریانش هستن موضوعی است که آزمایش الهی اتفاق افتاده در این منطقه و هنوز هم ادامه داره و الله متعال این اتفاق رو به هر حال در این منطقه بنا به حکمت هایی که خودش میدانست به هر حال این اتفاق رو حادث کرد و این اتفاق اونجا افتاد و ما وظایفی داریم در برابر این اتفاق. عزیزانی که نزدیکترن، عزیزانی که دسترسی دارن، عزیزانی که میتونن چه خارج و چه داخل، همه ما مسئولیت هایی داریم در برابر این آزمایش ها و آزمایش های این چنینی وقتی که از طرف الله متعال برای جامعه اتفاق میفته وظیفه ما چیست و چه کار باید بکنیم، چه حکمت هایی است وقتی که الله رحمان و الله رحیم، اون ذاتی که صفت رحمان و صفت رحیم، اسم الرحمن و رحیم رو داره و صفت رحمت رو و مهربانتر از هر ذاتی است، وقتی که این گونه با بنده های خودش معامله میکنه چه حکمت هاست و چه درس هاست در این معامله. سوال هایی است که شاید در ذهن همه شما عزیزان اتفاق میفته. ما در این برنامه سعی داریم در این باب صحبت بکنیم به همراه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز و مواردی که در این بحث به هر حال مورد صحبت ما خواهد بود مطرح خواهد شد و گرچه در روزهای گذشته جنبه‌های سیاسی موضوع مطرح شده و ما اون برای همه عزیزان آشکار است و واضح و مشخص است، ما بیشتر سعی می‌کنیم در این برنامه بیشتر جنبه‌هایی که مرتبط به ماست و وظیفه ماست اون رو مطرح بکنیم به همراه شما عزیزان. و به هر حال در آغاز برای همه عزیزانی که از دنیا رفتن در این حادثه علو درجات، بالاترین درجات رو در جنت الفردوس به همراه انبیا و
شهدا و صدیقین و صالحین از الله متعال خواهانیم و همچنین صبر جزیل برای همه بازماندگان و شفای عاجل برای عزیزانی که زخمی هستند و باقی ماندن و امیدواریم که الله متعال خودش بندگانی رو که باقی مانده و کسانی که خانه های اونها و سرپناه اونها در این حادثه از بین رفته نصرت و یاری بکنه از جانب خودش. علاوه بر این که انتظار میره همچنان از همه عزیزانی که صاحب خیرن، عزیزانی که صاحب مالن و نعمت هستن و الله متعال برای اونها نعمت داده و توانایی داده، ولو به اندازه یک دانه خرمایی هم که بتونن در این کمک شرکت بکنن، در راهی که راههای مختلف همه عزیزان اطلاع دارن و در مناطق مختلف اعلام شده و ان شاء الله باز در خلال برنامه بیشتر در این باب هم صحبت خواهیم کرد. در خدمت جناب دکتر خواهیم بود و آغاز صحبت با جناب دکتر محمد ماری عزیز. جناب دکتر خوش آمدید به برنامه. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم، هم خدمت شما و هم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که ما رو همراهی میکنید و تسلیت میگم این حادثه المناک رو و امیدوارم که خداوند متعال به همه عزیزانی که در این آزمایش قرار دارند، در واقع من بر این باورم که این آزمایش عمومی است، افرادی هستند که در میدان هستند و آزمایش اونها رو بهشون به اصطلاح ضربه‌ای وارد کرده به گونه‌ای، عزیزانی که در غرب کشور هستند و عموم 80 میلیون بقیه که نظارگر این فاجعه هستند و عموم مسلمان ها در این آزمایش همه شریک هستند، هر یکی به گونه‌ای، همونطور که در ادامه برنامه خواهیم دونست و امیدوارم که خداوند متعال همه عزیزانی که در اون منطقه هستند خداوند بهشون صبر بده، ثبات بده و آرامش خاطر و امید هست که عزیزانی که اونجا حالا میتونن ما رو همراهی کنن در این برنامه در بیابند که قضیه این آزمایش ابعادش چی هست و چه فایده هایی ما میتونیم از این و درس هایی میتونیم از این زلزله داشته باشیم و همچنین سایر عزیزانی که ما رو همراهی میکنن بدونند که وظیفهشون در مقابل این عزیزان چه هست، عزیزانی که در زیر آوارها جان دادند و انشاءالله به مرتبه شهدا نائل شدند و به هر حال موت حق هست و حق هم همه دارند میمیرند و خواهند مرد و اینها اجلی بود که میبایست این راهی بود که میبایست برند. و من البته اینجا هم یه اشاره داشته باشم استاد سلیمانی عزیز که ما در دنیا هستیم و دنیا بهشت نیست، دنیا دنیاست و دار امتحان هم هست. وقتی که امتحان شد یعنی چی؟ یعنی برگه امتحانی هست که توش مسائلی هست نهفته، یعنی بعضی همین چیز رو قرار نیست که همه بدونن. فرق امتحان ما در دنیا با امتحانات دیگه‌ای که خودمون داریم این هست که قبل از امتحانات دیگه ما رو یک معلوماتی درسایی به ما میدن، بعد از اون امتحان میگیرند به امتحان میگیرند که ببینن که ما واقعا درس خوب فهمیدیم یا نه. تو دنیا معادله برعکس هست، ما اول امتحان میشیم و از این امتحان درس میگیریم. یک کتابی داریم که این کتاب اصول اساسی رو برای ما روشن کرده، راه زندگی رو برای ما روشن کرده. حالا که این امتحان هست، ببین استاد سلیمانی عزیز، پس در امتحان اصل ماجرا بر این هست که واقعیت به این صورتی که ما داریم پیش میریم نباشه. یعنی اصل تصور امتحان باید اینطوری باشه که اصل ماجرا این هست که دنیا همش باید زلزله باشه، مثلا احیانا استقراری توش باشه، دنیا همش مرض باشه، بیماری باشه، احیانا توش شفا باشه، دنیا همش طوفان باشه، احیانا آرامش باشه. اصل ماجرا امتحان باید اینطوری میشه. اما اینجا ما خدای رحمان رو جناب دکتر اگر اجازه بفرمایید دوستان میگم مشکل فنی کوچکی داریم برطرف بکنیم چون موضوع رو بتونن عزیزان ما کامل ببینن. میام برنامه کوتاه میگیریم برمیگردیم ان شاء الله در خدمت شما عزیزان خواهیم. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو
از کانادا زنگ زدیم. من مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا به شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مزاحم حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از هلند شما زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. مادر محمد از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. من بیخی هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادرم محمود اسمونه. آقای انصاری از افغانستان مزاحم میشم. من آمینه هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. با عرض سلام مجدد و عرض پوزش از مشکلی که پیش آمد. جناب دکتر درباره این صحبت می‌فرمودید که دنیا دار ابتلاست و آزمایش هست. ادامه صحبتت. بله، حالا که دنیا دار آزمایش هست، خب ما در آزمایش اصل بر این هست که سختی باشه و گهگداری زنگ تفریم. اما نه، رحمت الله متعال بر ما بندگان اینقدر زیاد هست که بر ما بندگان شفیقتر و رحیمتر و رحمانتر از خود ما به ماست، از مادرامون به ما بیشتر مهر دارن. واسه همین است که امتحان حالت استثنایی میاد. اصل دنیا بر استقرار هست. احیانا یک زلزله میاد به خاطر یک مفاهیمی و یک درس هایی که به ما بده. آرامش هست. احیانا یک سیلی میاد و دنیا رو زیر زبر میکنه. یا عموما انسان ها صحیح و سالم هستن، احیانا بیمار میشن و در این حال به ما یک قدرت هایی داده که بتونیم این آزمایش های الهی رو اولا هضمش کنیم و برخی ها رو بهره برداریش کنیم. یعنی وقتی که زلزله میشه مثلا میاییم بعد از درس ها و پژوهش ها میبینیم که این زلزله چه پیامدهای خیر دیگری برای ما خواهد داشت که این برای بشریت. درسته که یک عده از عزیزانی خب اونجایی که بهایی رو پرداخت میکنن، یه سختی ها رو تحمل میکنن، اما خیلی از نعمت های الهی که زیر زمین هست اینها رو زلزله باز میاره بیرون میکنه. خیلی خطرهایی که در داخل زمین وجود داره با یک نفس کشیدنی از زمین به عنوان یک زلزله در یک گوشه ای از جهان یک رحمتی بر مؤمنان میاد. یا یک سیلی میاد، انسان میاد این سیل رو مهارش میکنه، سدسازی میکنه، برق ازش تولید میکنه، فایده دیگه میگیره. یا یک حیوانات مضری هستن میاد اینها رو ازشون بهره برداری های درست میکنه و میتونه به کارهایی که مفید هست استعمالش کنه. یه زنبوری که خطرناک هست اون رو میگیره ازش عسل میکشه بیرون. این حکمت هایی که خداوند متعال و رحمت الهی از یک جانب و از یک جانب اون عقل و همتی که به انسان داده و از یک جانب اون بهایی که به انسان داده که شرافت انسان هست، که توی انسان آزاد هستی. همینی که انسان آزاد هست یعنی این فرصت رو داره که اشتباه کنه، چون که اشتباه کرد پس بهای اشتباهش رو پرداخت میکنه. یعنی حتی این، یعنی ما نباید مثل این یه تصوری که برخی دارن که آقا این زلزله خب یه زمین لرزه هست، زمین یک مشکلی داشته و نمیدونم فلان و از زیر زمین اومد. انگار نه انگار که این کون و مکان یک پروردگاری داره که اون رو اداره میکنه. خب وقتی که خداوند قهر طبیعت، خب قهر طبیعت که شد یه نوع کفر به الله تعالی است. این قهر طبیعت بس خداش کجاست؟ این خدایی که یک نظامی رو میچرخونه، هیچ برگی از درختی نمیفته مگر طی یک نظامی که خداوند متعال گذاشته. حالا چرا این زلزله اینجا میشه اونجا نمیشه؟ چرا این
سیل اینجا میاد جای دیگه نمیاد. همه اینها یک چیز برنامه ریزی شده است از جانب خداوند متعال. قوانین به هر حال فیزیکی هم داشته باشه، خب همین قوانین رو الله متعال قرار داده. این قوانین رو الله متعال گذاشته، هم اینجا گذاشته هم جای دیگه گذاشته، جایی میگذاره جایی به صورت دیگه است. و یک قانونی که خداوند متعال گذاشته این که خداوند متعال لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی خداوند متعال وقتی به یک بندگانش یک نعمتی رو ارزانی میکنه، اون نعمت رو از اونها نمیگیره مگر اینی که اون انسان ها بیان و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر چیزی که صورت میگیره بر اساس اون کاری هست که ما انجام دادیم، یک فعالیتی، یک کاری رو ما، چون که ما انسان آزاده هستیم، این شرافت انسانی است که خداوند به ما داده. خداوند میتونست ما رو ملائکه خلق کنه و قضیه حل بشه، مجبور هستیم که فقط کار خیر بکنیم. نه، چون که به ما این آزادی رو داده، این آزادی و این اختیار ما رو کشونده، خودمون با اختیار خودمون راه کج رفتیم، افتادیم تو چاله. خب اینجا باز درس میگیریم که چطور خودمون رو اصلاح کنیم، چطور مسیری رو بریم که دوباره این مشکل برای ما پیش نیاد. دیگرانی که نظاره‌گر هستن درس بگیرن که چطور اون راهی که باعث شد که به این نتیجه برسیم، به این فاجعه برسیم، اون راه رو طی نکنن. پس ما در یک امتحان الهی هستیم، در یک دنیایی هستیم که صحنه نشون دادن خودمون هست. صحنه این هست که ما بیایم برای خودمون نشون بدیم که آیا مؤمنان صالح و صادقی هستیم یا مؤمنان گناهکاری هستیم، یا نه اصلا خدامون رو نمیشناسیم. جز که دیگه وقتی که عذاب الهی میاد، عذاب الهی یا یک فاجعه ای که میاد، یک مسئله ای که میاد، یک زلزله ای که میاد، زلزله ابعاد مختلف داره. مثل مرگ که میاد خیلی ها رو میگیره، اما همین مرگ رو یکی جام شهادتش سر میکشه خیلی راحت، یکی دیگه این مرگ براش انتقال از یک سختی هاست به یک آرامش، آرامش ابدی. یکی دیگه این مرگ از یک استمتاع و خوشگذرانی است به یک جهنم ابدی، در حالی که همه در یک قطار جان دادن. چهره های مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره. وقتی که یک عذاب میاد، آیا این برای همه عذاب هست؟ نه. خب در این چرا عذاب بیاد مثلا برای یک مؤمن مصلح؟ مؤمنی که تنها هست، صالح هست، برایش کافی نیست. چون که این مؤمنی که صالح بود، مصلح نبود، وظیفهش خودشو انجام نداده. خب چرا اومده جلوی بدیهای رو بگیره که این بدیها باعث میشه که جامعه در یک هلاکتی بیفته، در یک مشکلاتی بیفته؟ پس یک مؤمن صالح که هست وظیفه خودش رو انجام داده. الان یک زلزله میاد، یک سیلی میاد، یک آزمایش سخت الهی میاد که این آزمایش اون رو منتقل میکنه به اونی که این همه زحمت کشیده، جام یا شهادت رو بهش تقدیم میکنه و این به مرحله شهادت میرسه. خیلی از اینهایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از جمله شهدایی که ذکر میکنن اون کسی هست که زیر آوارها جان میده. الان این کسی که زیر آوارها جان داده در چه حالی جان داده؟ آیا مؤمنی بوده است، کسی بوده است که نمازاشو خونده، عبادتشو درست انجام داده، خوابیده، خب اجلش هم رسیده، این سقف خونه اومده و ایشون جام شهادت رو سر کشیدن و رفتن پیش خداشون. یک کسی دیگه هست که در حال گناه و معصیت الهی بوده. همین سقفی که اومده بالاش این قهر الهی است، عذاب الهی است که بر این فرد وارد شده. الان افرادی که بازماندگان چه کسانی هستند؟ این بازماندگان چطور از این واقعیتی که صورت گرفته، حالا نمیشه مرده رو برگردون، نمیشه اون فاجعه‌ای که صورت گرفته رو برگردون. این تاریخی است که گذشت. ما اصلا میگیم که همیشه میگیم آقا گذشته و آینده و حال. خب وقتی زمان رو تقسیم میکنیم این رو ما به خاطر خودمون همینطور یک بازی درست کردیم. در واقع ما حالی نداریم، حال یک لمحه است. ما یک گذشته ای داریم و یک آینده ای که در حال گذشتن هست.
الان این گذشته بر نمیگرده، اما ما چطور آینده رو بهره ورش کنیم، چطور از آیندهمون بتونیم استفاده درست ببریم. جناب دکتر حالا اجازه بدید خیلی راحت‌تر صحبت کنیم. الان یک اتفاقی افتاده که خیلی تصاویر و صحنه‌های تلخی داره و ما به هر حال در آموزه‌های دینی خودمون می‌دونیم که اتفاقات و حوادثی که میفته به هر حال اینها غضب الله تعالی است. این باور ماست و اعتقاد ایمان ماست. و اما سوال اینجاست که آیا وقتی که یک قسمتی به هر حال الله متعال عذابی میفرسته، آیا به این معناست که اون مردم بد بودن فقط؟ و یعنی مثلا حالا در جای اتفاق میفته، سیلی میاد، زلزله میاد، طوفانی میاد، یعنی فقط اینا بد بودن و کسای دیگری بد نبودن، یا در بین اینها هیچ آدم خوبی وجود نداشت؟ این تصور درست است کسی فکر بکنه که وقتی فلان جا زلزله اومد پس حتما اون آدمای بدی بودن و بعد هلاک میشدن و بعد درس عبرت میشدن به دیگران و کسی هم نباید به اونها کمک بکنه و کسی هم نباید اصلا منتظر باشید و هیچ کاری نکنید بگذارید تا خودشون تاوان اون گناهی که کردن رو بدن. ببینید دوستان سلیمانی عزیز، ما رو خداوند متعال یک مسئولیت هایی داده و در مقابل این مسئولیت ها ما باید حساب پس بدیم. شما ببینید در یک جامعه عمومی خودمون یه جایی پلیس حمله میکنه، یه افرادی رو دستگیر میکنه. خب این افراد رو میبره به کجا؟ بازداشتگاه. به بازداشتگاه. برخی از این افراد مشکلاشون خیلی سرسری هست، اشتباهاتشون یا اون تخلفاتشون خیلی سرسری هست. تو همون بازداشتگاه اینا رو چیکارشو میکنن؟ اینا رو محاسبهش میکنن. آقا شما اینقدر پرداخت کن، اینقدر جریمه بده، نمیدونم 2 تا سیلی بهش میزنن فلان و قضیه حل شد، برو دنبال کارت. بعضیا گناهاشون خیلی عمیق‌تره. خب اینا دیگه نمیشه تو بازداشتگاه اینا رو حل کرد. اینا میشن چی؟ دادگاهی میشن و میرن تو زندان و شکنجه میشن و یک حسابشون خیلی بزرگ هست. در واقع اینهایی که حتی اونایی که اشتباه دارن تو زلزله‌ای تو چیزی بازخواست میشن، اینها در واقع همون افرادی هستن که آوردنشون تو بازداشتگاه و قضایشون سرسری است، همینجا حل شده. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند که امت من امت مرحومه است، این امت من وارد جهنم نمیشه. این بلاهایی که میاد در واقع میاد که اینها رو پاک کنه، اینها رو سرسری محاسبه بشن و اون دنیا حساب کتاب ندارن. طرف الان سقف اومده روی خونش، روی سقف خونش اومده رو سرش، شده شهید. خب یعنی اینجا الان این چی بهش بگیم؟ این میگیم که آقا این عذاب شده یا این پاداش گرفته؟ لطف الله تعالی شاملش شده. خب پس قضیه فراتر از این دیده هست. بله خداوند متعال وقتی که یک قومی رو عذاب میکنه، قوم کافر رو عذاب میکنه، بلایی که سر کفار میاد، خب واضح هست که یک عذاب الهی است. حالا چرا روی اونها اومد، روی افراد دیگر نیومد؟ خب این امتحان هست. امتحانی پشت پردهش چیزایی هست که حکمت هایی هست که ما نمیدونیم. خب خداوند متعال آمریکا رو که قبل از مدتی سیل اومد و طوفان اومد، یه سونامی که میاد در آمریکا، ببینید الان همین الان ما در واقع که ما مثلا یک کشور مسلمان داریم و یک ملت مسلمان، الان تصور کن یک سونامی بیاد در تهران. خب تهران خیلی انسان‌های مؤمن هم داره، طبیعتا انسان‌های فاجر هم داره. به نظر شما چقدر از انسان‌هایی هستند در کشورهای مختلف که شاد خواهند شد؟ خیلی شاد میشن یا نمیشن؟ بله. یعنی من فکر نکنم کسی بیاد در عراق مثلا بعدش بیاد که یک سونامی بزنه به تهران، یا یک سوریه‌ای بعدش بیاد که یک فاجعه بزرگی در تهران صورت بگیره، یا یک یمنی بعدش بیاد، یا یک لبنانی بعدش بیاد. وقتی که یک نظامی اومد و چهره ددمنشانه‌ای از خودش برای ملتی گذاشت، یک ملتی رو ظلم کرد، الان این هرچه شعارش باشه، هرچه لباسش باشه، هرچه نمیدونم ریش و پشم روی صورتش داشته باشه، این منبوذ هست. خب اونا خوشحال خواهند شد.
که این کسی که به ما ظلم کرد، کسی که کشور ما رو داغون کرد، الان خودش به خودش مبتلا شده، الان دیگه مشغول خودش میشه، به ما یک نفس راحت میکشیم. خب الان خب میگیم که پس گناه اهل تهران چی بود؟ گناه این ملت چی هست؟ گناه این ملت این است که این ظالم رو تحملش کردن، این ظالم رو جلوش نگرفتن. وقتی که تو میای یک ظالمی هست، یک ستمگری هست، الان برای همه روشن هست، الان تو ایران کی هست؟ حالا شیعه باشه، سنی باشه، آدم خوبی باشه، آدم بدی باشه، گناهکار باشه، همه که حس انسانیتشون یه درجه توش هست. الان همه این انسانها خشمگینن بر این نظام که آقا این غرب کشور یه منطقه کوچیکی هست در مقابل این کشور به این گندگی، در مقابل این کشور به این گندگی شما چیکار کردید؟ نه خودتون بهش به مردم رسیدید و نه گذاشتید که دیگران برسن. همه مردم میخوان کمک کنن، چطور کمک کنن؟ راه رو بستند، آقا باید همه از طریق هلال احمر باشه، همه از طریق سپاه باشه، همه از طریق فلان باشه. وقتی هم میری تحویل اونها میدی میدوزنش. راه رو بستن، مردم رو چپاول میکنن. یعنی این کیا هستن؟ اینها برای بچهای همین نظام هستن. خب حالا که شما همه ایران میدونید اینها آقا دزدن، راهزنن، چپاولگرن، انسانیت ندارن، وحشی صفت هستن، هیچ بوی از انسانیت نبردن. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدمی، اینا که اصلا از آدمی بوی نبردن. حالا شما چرا تا که اینا رو تحمل میکنید؟ همین ذلت و خواری رو قبول کردن خودش شما رو کاندید میکنه برای مزید ذلت و خواری، حتی برای عقاب الهی. الان مهمترین درسی که ما از این زلزله میگیریم اینه که حتی اونهایی که هنوز کور امیدی به این نظام داشتن و هم میگفتن شاید اینها اصلاح بشن، شاید خیری تو اینها باشه. اینایی که الان جان میدن، استاد سلیمانی عزیز، کجاست؟ این یزد نیست ها، کرمان نیست. ما یزد و کرمان هم زلزله چند سال پیش داشتیم، زلزله بم داشتیم. زلزله بم تا الان اونایی که بیچاره‌ای که تو زلزله بودن، من خودم رفتم این مناطق دیدم. منم بارها از همون بعد از زلزله هنوز مردم در فقر و فلاکت زندگی میکنن. اونهایی که بهشون کمک شده، کمک چی شده میدونید؟ آقا بانک اومده به اینها قرض ربوی داده، تا الان بیچاره ها گردنشون رهن بانک هست، نمیتونن اون قرضی رو گرفتن پس بدن. قرض دارن، کار ندارن، زندگی ندارن، فقر هست، فلاکت هست، بیچارگی هست، بیماری هست. شهر با خاک یکسان شد. خونه های مردم رو آباد نکردن، اما اون قلعه ای که هیچ که توش زندگی نمیکنه چون براشون درآمد داشت از اول ساختن. خب اینا تو وسط کشور بودن. الان شما ببین غرب کشور تو این منطقه‌ای که زلزله شده هیچ خانواده‌ای رو شما پیدا نمی‌کنید استاد سلیمانی عزیز که تو جنگ عراق و ایران چند تا کشته و شهید نداده باشه. هیچ خانواده‌ای رو نمی‌بینی تو این منطقه که برای حفظ این میهن و این خاک و این نظام، حتی برای این نظام، چه دردهایی رو که تحمل نکرده باشن. منطقه یک مرزنشینه. منطقه مرزنشین چی؟ یعنی حفاظت میکنه از این مرز و بوم و از این امنیت این کشور. الان این افراد امروز میان تو یک آزمایش قرار میگیرن، تو یک سختی قرار میگیرن. نظام کجاست؟ نظام دردش اینه که آقا این آمبولانسایی که فرستادیم به کربلا چقدر درآمد کردن، اونجا چی کار کردن، این دخترایی که فرستادیم اونجا برای صیغه چقدر درآمدشون بوده. این درد نظامه. یه مشت چپاولگر دزد که دارن خون این ملت رو میمکن. حالا تو همه این ملت این رو دارن میبینن. کسی نیست. الان ما 2 نفر آدم نداریم که روی این مسئله بحث داشته باشن. دیگه شکی در این نمونده. جلو رو هم هست. خب با تمام سانسورهای خبری که وجود داره الان دیگه نمیشه سانسورش کرد. الان لحظه به لحظه از اونجا کی داره خبر میده؟ همین مردمی که رفتن برای کمک. امروز یک
پیامی رو یکی از امداد رسانایی که رفته بود اونجا، یک پزشکی، پیام بسیار دردناکی هست که ما میخوایم این زخمی ها رو معالجه کنیم، هیچی نداریم. یکی از خلبانای ارتش من امروز فیلم مصاحبه کرد، خودش فیلم گرفته بود پخش کرده بود که صدا و سیما دروغ داره میگه به مردم. اون چیزی که من از هوا دارم میبینم و این منطقه رو دارم میبینم با اون چیزی که واقعا داره مطرح میشه زمین تا آسمون فرق میکنه. خب الان همه دارن این رو اینا کی هستن؟ اینها افرادی هستن که در نظام هستن، نیروهای خود دولتن. الان اون تصویری که خود منطقه داره میده چه تصویری وحشتناکی هست. خب حتی حاضر نیستن بگن چقدر افراد کشته شدن. خب خیلی الان اونایی که زیر گم شدن و زیر آوار هستن که خدا میدونه عددشون چه هست. در بم گفتن 30 و چند هزار نفر کشته شدن، در حالی که مردم بم میگفتن بالای 130,000 نفر ما کشته داشتیم. 100,000 نفر رو سانسور کردن. ما خودمون ما در ایام بم که بود کمک هایی که از پاکستان رفته بود، اینا که برگشتن میگفتن واقعا ما مثل این نظامو ندیدیم. کمک رو ملت پاکستان میفرستند برای ملت ایران، در راه دزدیده میشه، نظام میدوزدش، بالاش میکشن. از پتوهایی که برای مردم بم رفته بود در بازار تهران فروخته شد. ببین الان خب ما که این رو میبینیم، شما ملتی که این رو میبینید سکوت میکنید، مرحله بعد از این سکوت چی هست؟ میخواید بعد از این دیگه واسهتون گل بباره؟ نه دیگه. این عذاب الهی واسه همین است. عذابی که میاد همه این افرادی که مصلح نیستن، این عذاب براشون عذاب هست. مصلح نیستن یعنی چی؟ یعنی اینی که در پی تغییر نیستن. ما امتی هستیم که خداوند متعال به ما یه ویژگی داد. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتی هستید که برای بشریت انتخاب شدید، چون که این ویژگی رو دارید. امر به خوبی ها دعوت میکنید و خوبی ها رو نشر میدید، انتشار میدید، و از بدی ها و زشتی ها مردم رو دور میکنید، جلوی انسان ظالم رو میگیرید. در دین ما 2 نفر محاسبه میشن، یکی ظالمی که مظلوم. مظلوم چرا؟ مظلومی که ظالم رو ساخته، از خودش دفاع نمیکنه، از خودش دفاع نکرد، نیومد. چرا؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اون شخصی که بیاد جلوی سلطان ظالم، جلوی مسئول کشوری هست، مسئول قدرتمندی هست، می ایسته و به ظالم میگه ظالم و در این راه جان میده، همراه با کی هست؟ سید الشهدا. اکبر الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. بزرگترین جهاد اینه که تو حق رو جلوی ظالم مستبد بگی، اون رو، این ظلمش رو، این غرورش رو، این فرعونیتش رو، این رو بذاری زیر خاک. این جهاد هست. این امکان داره خیلی بهای سنگینی رو هم پرداخت کنه. بله. اما این بهاست، این خونه که فرداش گل میاره، این خونه که آزادی میاره. جناب دکتر اجازه بدید بریم از دید کسانی که داخل حادثه هستن ببینیم. خب این الان مایی که بیرون هستیم داریم میبینیم و باید درس بگیریم که نباید دیگه تحمل بکنیم بیشتر از این. خب اون کسی که الان در فضاست، اون کسی که من بازمانده‌ای که کل خانواده‌ام عزیزی صداش رو میشنیدیم چند روز پیش که درست صداش پخش شده بود، بیشتر که 16 نفر از میفهمید که خانواده‌اش رو از دست داده و عزیزانش رو. خب این عزیز الان وقتی که اونجاست، در این فضا، همین در این سرما، در این شرایط و خانه دیگه سقفی وجود نداره، یعنی خیلی از تصاویر واقعا دل انسان رو به درد میاره وقتی میبینه که طفلی، بچه، کودکی در گونی خوابیده، یعنی پیرمردی گوشه افتاده، یعنی تصاویری که انسان نمیتونه واقعا در این سرمایه زیر صفر الان، یعنی و پیش بینی میشه که هفته پیش رو هم بارندگی باشه و شرایط بیشتر خواهد کرد. اون جوان، اون نوجوان، اون پیرمرد، اون طفل الان وقتی نگاه میکنه به این حکایت، مؤمن به الله تعالی است، اعتقاد داره، قرآن میخونه، نمازش رو هم داره میخونه، اون وقتی نگاه میکنه از دید اون چه حکمتی میتونه داشته باشه این حادثه برای او؟ ببینید این انسان، هر انسانی که الان در این از بازماندگان این حادثه هست، همه به گونه‌ای یک ضربه‌ای دیدن. خب این طبیعت زندگی است. طبیعت زندگی جذر و مد داره، سختی داره، آزمایش الهی است برای این فرد. آزمایش الهی به معنای خرد کردن انسان نیست، به معنای ساختن انسانه. آزمایش الهی به معنای این نیست که توی مؤمن حقیر بشی. آزمایش الهی به معنای توی که مؤمن به خدات نزدیک بشی، بیشتر خدات رو بشناسی،
قدرت و عظمت پروردگارت رو حس کنی که این کوههای به این عظمت چطور در مقابل امر الهی که خداوند بهشون امر کرد کن فیکون شدن، چطور به حرکت در افتادن، چطور این خونه هایی که ما فکر میکردیم بتون آرمه است و فلان هست در یک لمحه به زمین ریخت. پس من بنده این الله قادر هستم، بنده این خدای بزرگ هستم. وقتی که من احساس میکنم بنده این خدا هم باید افتخار کنم که من خدایی به این عظمت دارم، خدایی دارم که مهرش الرحمن الرحیمیت شامل حال من خواهد شد و میشه. همینی که الان شما زنده هستید یعنی چی؟ یعنی لطف الهی شامل حال شما شده، یک درسی رو خداوند به شما نشون داده که این دنیا ارزش این رو نداره که تو بیایی به خاطر این دنیا خودت رو ضایع کنی، آخرتت رو ضایع کنی، خدات رو فراموش کنی. این عزیزانی که داشتی اینها خالقی داشتن، درست عزیزان تو بودن، اما قبل از اینکه تو باشی یا بیشتر از اینکه مال تو باشن مال کسی دیگه بودن. خالقی داشتن که اون خالق بنده خودش رو پیش خودش بود. پیش کسی رفتن که بیشتر از من تو رو دوست دارن. بیشتر از من. اگر شما پدر هستید، خب 4 تا فرزندان رو از دست دادی، این فرزندان رو کی به تو داد؟ پروردگار. اینها امانت‌های الهی بودن. اون بچه کوچیک معصومی که الان رفت، این الان رفته پیش خداش. خب این الان اونجا این مشکل نداره، الان اون تو بهشت برین این میاد اصلا دامن توی پدر رو میگیره و میکشه که پروردگار رو من میخواستم این پدرم رو تو دنیا داشته باشم، این فرصت رو به من ندادی، الان منو از پدرم محروم نکن. و توی پدری که گناهکار بودی به خداوند متعال به لطفی که برای همین فرزند نوزادش تو داره تو رو میکشه میاره بهشت، از گناهان در میگذره. اون وقتی که آرزو میکردی کاش 100 تا مثل این بچه رو از دست میدادی. پس تو اینی که اونهایی که رفتن اونا ضایع نشدن، در کارهای الله متعال اونها پیش خداشون هستند، پیش خدایی که اونها رو آفریده، اونها رو روزی میداد، اونها رو به تو هدیه داده بود، امانتی گذاشته بود، امانتشو پس گرفت، برد در جایی، در جنتی، در کافهای سعادتی، در الان نه این سردی رو دارن تحمل میکنن، نه این درد از دست دادن عزیزی رو دارن تحمل میکنن، اون دردایی که تو داری تحمل میکنی اونا ازش راحتن. الان تو باید درک کنی که مشکل تو اونی نیست که رفت، مشکلی نداره، اون مشکلی نداره، انشاءالله اون در رحمت‌های الله تعالی است. مشکل تو حتی این خونه و کاشانه‌ای که از دست دادی نیست، مشکل تو این هست که چطور الان از این فاجعه‌ای که برات اومده بهترین بهره برداری رو بکنی. که نه مشکل نیست، یک وظیفه است. این دیگه فرصت هست که ببینید خداوند متعال وقتی یکی از بندگانش رو یک نعمتی رو ازش میگیره، یعنی خداوند متعال فرزندی یکی از بندگانش رو میگیره، فرشتگان رو میپرسه که بنده من، خداوند که میدونه اما میخواد این رو بشنوه از فرشتگان که ببینن گزارش چی هست، که من گوشه جگر به اصطلاح تکه جگر بندم رو ازش گرفتم، بندم چی کار کرد؟ بندم گفته انا لله و انا الیه راجعون، لله ما آتا و لله ما اخذ، شکر خدا رو به جا آورد. میفرماند ابنوا لعبدی بیت شکر فی الجنه، برای بندم قصر به حجم اون رضایتی که نشون داد. اما این رضایت باید رضایت مردانه باشه. چطوری؟ یعنی الان مثلا بعد از چند روز که از حادثه میگذره خب همه صبر میکنن، غیر از صبر کاری دیگه ندارن، چیکار میکنن؟ بخورن. اما نه، همون لحظه ای که این ضربه وارد میشه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه خانومی رو دیدن که بچهش رو از دست داده بود و توصیهشون کردن که شما صبر کنید. این زنه بنده خدا خب ناراحت بود، داد کشید الیک عنی، برو کنار، تو نمیدونی که چه بلایی سر من اومده.
بعد که کم نرمتر شد، وقتی گذشت اومدن گفتن میدونی اون کسی که اومده بود نصیحتت کنه کی بود؟ گفت نه حواسم نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم. پشیمون شد، رفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله صبر میکنم. فرمودن نه، صبر ان صبر عند الصدمه الاولى. صبر اونیه که وقتی که تبر میخوره، وقتی که مصیبت میاد اونجا صبر کنی. اما 3 روز بعد 4 روز بعد که همه صبر میکنن، چیکار میخوان بکنن؟ و خداوند متعال یکی از نعمت‌هایی که خداوند متعال به بندش داده همین فراموشی است. بعد از 1 روز فراموش میکنه، بعد از 10 روز فراموش میکنه، بعد از سالی اصلا قضیه تو به ذهنش نمیاد. پس این یه نعمتی است که خداوند به انسان داده. اما الان اون لحظه‌ای که این فاجعه وارد شده، من بنده قدرت خدا رو احساس بکنم و کوچیکی خودم رو در مقابل خداوند احساس بکنم و رحمت الهی رو در احساس بکنم که الان به من یک زندگی جدیدی داده شد. اون فردی که در این فاجعه زخمی شده احساس بکنه که من چیز زیادی از دست ندادم، هنوز زنده‌ام. یک زندگی جدید با یک تصور جدید، یک تولد جدید است. در واقع یک تولد جدید هست، اما تولدی که یه تولدی بود که انسان از صفر می اومد. این خب خیلی چیزها رو که میبایست میدونست نمیدونه، قدرش رو هم نمیدونه. یه تولد جدیدی هست که نه، با یک پیشینه قبلی است. در این تولد جدید انسان یک نیروی جدیدی میگیره. این انسان اگر یه مقداری به جنبه دیگه هرگز دنیا این رو نمیتونه مغرور کنه، فریبش نمیده، فریب دنیا رو نخواهد خورد، مغرور به خودش نخواهد بود. هیچ وقت دیگه این میدونه که این همه افرادی که بهتر از اون بودن، عزیزتر از اون بودن، قدرتمندتر از اون بودن، در یک لمحه، در یک چشم هم زدن همه رفتن. نه به دنیا مغرور میشه و نه اینی که خداش رو از یادش میبره. خدایی که این همه قدرت داره و میدونه که این دنیا جای آزمایش هست، این دنیا جذر و مد داره، این دنیا خیر و شر داره. حالا که جای آزمایش هست، من باید بیام چیکار کنم؟ خودم رو پیش خدام عزیز کنم که خدا با من باشه. ببینید در یک حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حدیث قدسی است که خداوند متعال میفرماند بنده من به من نزدیک میشه با نوافل، با عبادت‌های نافله. بنده من به من نزدیک میشه. با نوافل یعنی چی؟ یعنی در یک عبادت‌هایی هست که خداوند متعال بر ما فرض کرد. مثلا زکات بر ما فرض است، برای کسی که مستحقش. الان اون فردی که توانایی زکات داره در واقع اون چیزی از خودش نمیده. خداوند متعال بهش 100 داده، گفتی که 97.5 از خودت، 2.5 رو به فلانی و فلانی و فلانی بده. خب یعنی 97.5 بهش داده، 2.5 رو مسئولش کرده، پس این از مال خدا داره بهش به دیگران میده، این از جیب خودش چیزی نمیده. اما این بنده نه، این امانت الهی رو میده، بعد از اون در راه نافله. الان این فرصته. خب افرادی هستن، خب دیروز مثلا من پتویی میخواستم بدم، خب شاید این همسایه نیاز نداشته باشه، شاید اصلا مستحق نباشه. الان افرادی که جلوی روی من هستن مستحق هستن که توش هیچ بحثی نیست. به همه چی نیاز دارن، به وسایل گرم کردن نیاز دارن، به غذا نیاز دارن، به وسایلی که بتونن غذا رو درست کنن نیاز دارن، به زخمیاشون، به همه محتاج زندگی همه چیزو داشتن، از دست دادن. الان من بنده میام با نوافل. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که بر من فرض نیست میام میدم، در راه خدا میدم. این انسان لا یزال عبدی یتقرب، خداوند متعال میگه که این بنده من با این کاراش به من نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه، تا حدی نزدیک میشه که خداوند اون رو به دوستی میگیره. فاذا احببتو، الان این رسید به مرحله‌ای که
خداوند این رو دوست داره. فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به، كنت يده التي يبطش بها، كنت عينه بصره التي يبصر بها. اگر من این رو به دوستی گرفتم، شنواییش در اختیار منه، کنترل بیناییش در اختیار من الله هست، حرکت دست و پاش در اختیار من الله هست. یعنی این انسان میشه چی؟ ریموت این انسان به سوی خیر در دست الله متعال هست. دیگه الان این عزیز خداست. شما ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دعوت میکنن به انفاق در راه خدا، عثمان میاد میده. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میبینن عثمان پیش خداش اینقدر نزدیک میشه، میفرمایند که ما ضر عثمان بعد اليوم شيء. عثمان بعد از این به این مرحله رسیده نزد خداش که از امروز به بعد عثمان هیچ چیزی نمیتونه جایگاه عثمان رو پیش خداش کم کنه. یعنی ببینید انسان به کجا میتونه برسه. و این روزها فرصت این عبادت هست. این روزها بهترین فرصتش هست، چون که الان البته دیگه این روزها هم هر چیزی بهایی داره. تو میخوای به خدات برسی، میخوای پیش خدا عزیز باشی، میخوای طوری باشی که خدا تو رو دوست داشته باشی. خب این بهایش این نیست که تو بیا یه چیزی رو که نمیخوایش، یه چیزی که نمیدونم اضافه بر سازمان داری این رو بندازی دور. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر میخوای به خیر و برکت برسی، مسیرش این است که اون چیزی که پیشت عزیزه، دوستش داری، این رو بده. خب میدونی که این سیستمی که هست سیستم دزد هست. چرا میدی دست دزدا؟ چیه؟ مثلا شما کرمانشاه کجاست؟ دورترین جای ما از کرمانشاه کجاست؟ یک مثلا روستایی در خراسان یا در جنوب یا فلان. بابا جمع بشید، مردونه، همه تو ماشین دارید، فلان یکی ماشین داره، تو مسجد جمع بشید، وسایلتون رو که میتونید کمک کنید جمع کنید، مردونه 2 نفر بلند شید برید. آقا هم سیاحت و هم گردش و هم دلداری اون عزیزان و هم رسیدن به اونو، هم خودت احساس میکنی که داری میری برای جهاد. تلاشی که به خرج میدی این رسیدن به یک مؤمن. جناب دکتر به خاطر که عملی‌تر صحبت میکنیم، الان ما در مناطق اهل سنت در خصوص الحمدلله اعلان‌های مختلفی شده، چه در بلوچستان، چه در خراسان، چه در منطقه به هر حال شمال کشور و همچنین در جنوب کشور و در تمامی مناطق اهل سنت حداقل اماکنی هستن، مدارس هستن، مساجد هستن که مورد اعتمادن. ولی از اون دزدها و گردن بگیرها که به اعتمادی به اونها نیست و اصلا مناسب هم نیست، شاید پول دست اونها برسه به جیب خودشون میره. الان ما داریم مثلا در زاهدان، همچنین در شهرهای دیگر بلوچستان مساجد جمعه هستن که فرصت خوبی است مثلا نماز جمعه تا عزیزانی که نیاز مثلا برن اونجا کمک بکنن، چه نقدی و چه مواد خوراکی اگر میبرن یا پتو، چیزهایی که زیاد صحبت شده، مثلا پتو نیاز دارن، شیر خشک نیاز دارن، پوشک بچه نیاز دارن و ما احتیاجی که برای همه مشخص است بر عزیزان و غذایی که نیاز هست، غذای کنسروی که بیشتر هستن، اینها رو اعلام شده حتی در ترکمنصحرا فردا در برخی از مساجد جمعه اهل سنت کمک جمع آوری میکنن. فرصت خوبی است یعنی که همه اینها جمع بکنن و برن و اونچه که شما فرمودید حالا شاید کمتر اصلا نیازی نباشه که سفر هم بکنن، یعنی اگر فقط یک کمی همت بکنن عزیزانی که میتونن و دستشون میرسه، اگر نمیتونن به کرمانشاه برن، خیلی شاید بگن ما فرصت نداریم، کار داریم، درس داریم، زندگی داریم، خانواده هستن، مساجد محل که هستن که الان امام جمعه محل هست، انسان معتمدی است، عالمی هست، میتونن کمک کار به اونها برسونن. فردا بهترین روز هست، فردا که نماز جمعه هست. الان هم که ما داریم اعلام میکنیم عزیزان جمع بشن، برن تو مساجد خودشون، همه جمع کنن، برسونن به زاهدان. رسوندن که برای مثلا بلوچستان زحمتی نیست. مؤسسه محسنین در زاهدان امروز اولین کامیونش رو فرستاد. الان یک کامیون مثلا میخواد اونجا چی کار بکنه؟ کمه، هیچی نیست. باید اگر ما بخوایم یه ذره همت کنیم، یعنی شما تصور کنید مثلا سلیمانی بزن تو هر خانه ای ما چقدر چیزایی داریم که نیاز نداریم. من میخوام از هر پدر مادری نگاه کنن که طی یه هفته گذشته چه چیزی رو تو خانه اصلا استفاده نکردن. معنی اینه که یه چیزی شما دارید یه هفته استفادهش نکردی. یعنی چی؟
یعنی نیازت بالاتر از نیازت هست. چقدر از ما الان وسایلی داریم تو خونه همون، همه اینها رو بهترینشو برو جمعش کن تو مسجد، چند نفر با هم جمع بشید، برسونید به نزدیکترین، تا زاهدان که میتونید برسونید تو بلوچستان، عزیزانی که تو خراسان هستن همینطور، عزیزانی که تو شمال هستن، عزیزانی که تو مرکز کشور هستن، همه دست در دست هم قرار بدن. من یک صحنه هایی دیدم، استاد سلیمانی عزیز یک تجربه بود در سال 2005 غالبا، یک زلزله وحشتناکی زد منطقه کشمیر پاکستان رو. در اون زمان من در اسلام آباد هم بودم. یک چیز بسیار زیبایی که شاهدش بودم همین بسیج عمومی بود در همه مساجد. مردم همون روزی که زلزله شد اعلام کردن. در مسجد ما یه منطقه‌ای بود که چندان جمعیتی نبود، از همین مسجد ما حداقلش 5 تا کامیون روز بعدش حرکت کرد به سوی مناطق. مردم رفتن، مردم بودن خیمه زدن برای زلزله، یعنی یک همبستگی و یک جهادی رو نشون دادن که واقعا تماشاش لذت بخش بود. جناب دکتر، برای اهل سنت داخل ایران یک پیام میخوام از شما که این رو برای اهل سنت، خطاب به اهل سنت، برای جمع‌آوری کمک، فردا حداقل فرصت خوبی است، نمازهای جمعه و مساجد، برای عزیزان اهل سنت خطابشون قرار بدید و بر اونها یک پیام بذارید. عزیزان اهل سنت، اگر یک تصویری رو که 3 روز پیش منتشر شده بود میدیدن، یه تصویری که نشون میده یک اتوبوسی هست که آماده کردن برای حرکت به سوی مناطق زلزله زده. توی این اتوبوس به جای، شما فکر نکنید که توش پتو بود یا چراغ بود یا وسایل خوردنی بود، نه، توی این پتو یه عالمه راهزن بود با عمامه و ریش. اینها حرکت کردن به سوی مناطق زلزله زده تا همین کمک هایی که مردم جمع کنن بدزدن، به عنوان نمیدونم کمک های امام زمان بدن به مردم و اهل سنت روستایی های زخمی اونجا رو گولشون بزنن و از راه به درشون کنن. کاری که سریع سرخ میکنه برای تمام عملیات مسیحی کردن همه هدفشون گمراه کردن منطقه است. هدفشون این هست که افکار پوچ صفویت، بت پرستی، شرک، قبر پرستی رو در اونجا منتشر کنند. الان اگر شما یک ذره ایمان تو دلت هست، یک ذره، میبینید روز قیامت افراد از جهنم بیرون میکنند، حتی کسی که یک ذره ایمان تو دلش باشه. اگر یک ذره غیرت ایمانی داری، این خواهرات، برادرات هستند، اهل سنتت هستند، این بچه‌هایی که الان یتیم شدن، این کودکایی که یتیم شدن، فکر میکنی که مسیرشون کجاست؟ اینها رو الان وظیفه هر جوان اهل سنت هست که کمر همت بلند کنه، بسیج تشکیل بدید، افراد رو جمع کنید، خودتون برید شخصا برید روستاها رو یک بی یک سر بزنید. روستایی هستند که الان راه رسیدن به اونجا نیست، با الاغ میتونید برسید اونجا، منطقه کوهستانی هست. جوانهای با همت بلند شند. در سالهای 95 وقتی که زلزله شمال کشور شده بود، گیلان، گروه های بسیج جوانای برومند بلوچستان رفتن اونجا و کمک کردن به مردم و مردمی که در اونجا افرادی اومده بودند از شهرهای بزرگ، افراد دزد برای دزدیدن و چپاول طلاها و بیچارهایی که تو خونه هاشون داشتن، این جوانای ما رفتن جلوشون رو گرفتن. الان وقتش یک امتحان الهی است. بیا و به خدات بگو که من انسانم، من مردم، من مؤمنم. برو الان به اون روستاها سر بزنید، به عزیزانی که در هر جای این مناطق زیر آوار هستن، به اونهایی که رفتن خب یه نماز جنازه‌ای براشون بخونید، برای اونهایی که موندن اونها رو نگه دارید. اینها
جزئی از شما هستند. تو که از بنی آدم اعضای یکدیگرند. این شعر سعدی در واقع حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که مؤمنین فی تعاطفهم، مؤمنان در محبت و دوستی و یگانگی و همبستگی مثل جسدی واحد و یگانه هستند که اگر هر جزئی از این جسد به درد اومد، از این جسم، باید همه جسد نتونه، همه جسم نتونه قرار داشته باشه. من دیروز یکم گوشم درد میکرد، کل جسمم تا الان درد میکنه. به خاطر چی؟ یک کمه که این گوشه. خب الان جزئی از تنه ما روش سنگی افتاده. نباید اگر این روزا احساس نداشتی، الان اگر راحت خوابیدی، اگر با زن و بچه‌ت آرام نشستی و یادت رفت که در اونجا چه میگذره، در اونجا این صفوی‌ها رفتند تا آینده ایمان رو از اونجا بدزدند، در اونجا رفتند تا مردم رو گمراه کنند و تو راحت میخوابی، حواست باشه این پروردگاری که روز یک شنبه به اون کوه‌ها گفت بلرزید، میتونه فردا به منطقه شما بگه بلرزید. پس مواظب باشید که خشم و غضب الهی بسیار شدید هست. نگذارید آیندهتون، آینده ایمان در منطقه، اونم چه منطقه‌ای؟ منطقه مردان کردای ایران همیشه رمزی از صلابت و ایمان بودند. فرزندان صلاح الدین ایوبی و یک صحنه هایی که همتون یادتون هست، روزی که در عراق حلبچه ویران شد و مردم عراق کوچ کردند، چند صد هزار نفری که وارد کردستان شدند اولین بار وارد شهر پاوه شدند و همه مردم ایران این رو به خاطر دارند که مردم پاوه درهای خونه هاشون رو باز کردند، هر چه دار و ندار داشتن با اون ملت تقسیم کردند. تا 3 روز استاد سلیمانی عزیز در پاوه، به پاوه هیچی نرسیده بود، هیچ کمک انسانی به اونجا نرسیده بود. این مردم پاوه بودند که چند صد هزار نفر رو به آغوش گرفتن. این ملتی که این همه غیرت دارن، این ملتی که این همه ایمان دارن، حیفه، اصلا خیانته که ما بیاییم و در فکر این ملت نباشیم. انشالله که این گونه نخواهد بود و همه خواهران و برادران ما در تمامی مناطق داخل ایران، اهل سنت علن خصوص، فردا رو غنیمت خواهند شمرد و انشالله همت خواهند کرد. اتقوا النار ولو بشق تمرة. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که با ولو یک دانه خرما خودتون رو از عذاب دوزخ نجات بدید و این فرصتی است و حتما انشالله بعد پوزش تمامی اهل سنت، خواهران و برادران از امشب به فکر خواهند بود که فردا رو چطور غنیمت بشمارن و همه باید دست به دست هم بدیم. این آزمایش الهی برای همه ماست و اون خواهران و برادران ما اونجا تنها در این آزمایش نبودن، بلکه ما هم یک وظیفه انسانی داریم، یک وظیفه ایمانی داریم، یک وظیفه اسلامی داریم در برابر اونها. در این سرما اگر سکوت بکنیم و اگر ساکت بنشینیم خیانت بزرگی است از طرف ما و جنایتی است. منتظر نباشیم تا دزدان و راهزنان سرمایه ملت که هرگز به فکر ملت نبودن برای اونها دست بلند بکنن و کاری بکنن و واقعا شرم‌آوره اگر ما در این روزها جامعه اهل سنت ایران به صورت خصوص و کل مردم فهیم ایران بگذارن که این عزیزان ما در این روزهای سرد بالا پوشی نداشته باشن. واقعا انسانیت شرم میکنه اگر اینکه ما اسم خودمون رو انسان بگذاریم و مسلمان بگذاریم. این روزها آزمایش سخت است برای ما و باید همت بکنیم. خواهران و برادرانی که صدای ما رو میشنون، تنها کاری که میشه کرد، حداقل من امروز واقعا اشک بر چشمانم جاری شد وقتی که تصویری دیدم که در اون یک مردی همت کرده بود و واقعا از اون کسانی که نام مرد شایسته اونهاست و 2 پتو فرستاده بود و نوشته بود روی اون که هموطن کرمانشاهی من وضع مالیم خوب نیست و حتی به خاطر 1 میلیون قرضی که بدهکاری که داشتم حکم جلب من اومده و اما در داخل خانه 2 تا پتو داشتم که هنوز استفاده نکردم، اینها رو برای شما میفرستم. تاجران اهل سنت، خطاب من بیشتر به اهل سنت است چون زبان ما رو بهتر متوجه میشن و همه مردم فهیم ایران، هر انسانی که ذره‌ای درد در وجود اوست،
علل خصوص تاجران، علل خصوص کسانی که ثروتی دارن، واقعا جای شرمه که ما در این روزها خواهران و برادران ما اونجا هر روز دارن مینالن و هر روز صدای فریاد اونهاست و ساعت هاست که چیزی نخوردن و فرزندان اونها در این سرما خیلی ها داره از بین میره و ما دست بگذاریم و سکوت بکنیم. و یقینا یک روزی ما باید پاسخ بدیم در برابر این توانایی که داشتیم و نکردیم. هیچ عذری از ما پذیرفته نیست اگر خواهران و برادران ما در اون سرزمین در این روزهای سخت و سرمای زمستان مشکلاتی رو تحمل بکنن، در حالی که ما میتونیم اگر همت بکنیم، میتونیم اگر واقعا بخوایم میتونیم به هر قیمتی شده خودمون رو به اونها برسونیم و کمک‌های خودمون رو به اونها برسونیم و این فرصت است و این اتمام حجت الله تعالی هست با ما و فکر نکنیم که مسئله اونها به ما ربطی نداره. هر عزیزی در هر گوشه‌ای از دنیا که صدای ما رو میشنوه میتونه به هر شکلی کمک بکنه و از راههای مطمئن به اونها برسونه. یقینا راههایی هست، راههای فراوانی است، علاوه خصوص در مناطق اهل سنت. همه عزیزان مساجد جامعه شهرها همه میتونن که با ائمه جامعه صحبت بکنن، همت بکنن، جوانانی ماشین هایی رو بگیرن، کرایه بکنن، کمک ها رو جمع آوری بکنن، کمک های نقدی، کمک هایی که نیاز هست و عزیزان بیشتر به وسایل گرما نیاز دارن، به پتو نیاز دارن، به مواد خوراکی نیاز دارن، شیر خشک برای فرزندان نیاز هست و آنچه که بیشتر مورد نیاز عزیزان هست تهیه بشه و فرستاده بشه و این امید رو داریم که انشاءالله جامعه ما این همت رو خواهد کرد و عزیزان و خواهران و برادران ما تنها نخواهند ماند و این ادامه داره. یعنی مسئله است که مال یک هفته دو هفته نیست، انتظار نداشته باشیم که توی یک هفته مشکل اونها حل بشه. اونا خانه‌ای ندارن، خانه‌هاشون خراب شده، جایی ندارن، سرپناهی ندارن و مسئله یک هفته و دو هفته نیست. فکر نکنین که ما با یک کامیون و دو کامیون و 10 کامیون 100 کامیون مشکل رو حل می‌کنیم. مسئله یک ماه و 2 ماه پیش روست، حداقل تا این سرما پشت سر گذاشته بشه، تا سرپناهی بر اونها درست بشه و این دزدان و این خائنینی که دیدیم چگونه ساختمان ساخته بودن و ساختمان‌هایی که به نام مسکن مهر و بی‌مهری هایی که کرده بودن بنها داده بودن، از این دزدان هیچ انتظاری نیست و مردم باید خودشون همت بکنن و چهره اینا برای همه ما مشخصه و آشکاره و تا به امروز 4-5 روز گذشته و هنوز هم مردم مینالن از اینکه هیچ کمکی نشده، حتی آب آشامیدنی کافی در اختیار عزیزان نیست و این وظیفه ماست. باید همت بکنیم و ان شاءالله فردا جمعه عزیزانی که میبینن برنامه ما رو و عزیزان دیگری که نمیبینن اونها رو خبر بکنید، زنگ بزنید، همت بکنید. فرصت خوبی است. در بسیاری از مناطق اهل سنت فراخوان داده شده برای کمک ها، جمع‌آوری کمک ها در مساجد جمعه و عزیزان میتونن که این فرصت رو غنیمت بشمارن تا حداقل یک قدمی برداشته باشیم برای حل این مشکل و وظیفه خودمون رو در برابر این آزمایش الهی حداقل مقداری تونسته باشیم انجام بدیم. اگر اجازه بدید جناب دکتر به همراه شما بینندگان عزیز میام برنامه میبینیم، برمیگردیم ان شاء الله باز همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه ماست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. آیا گمان می کنید وارد بهشت می شوید حالان که هنوز حالت آنان که پیش از شما گذشتند بر سر شما نیامده است؟ مشکلات و سختی های زیادی به آنان رسید و به قدری گرفتار ناراحتی و آشفتگی شدند که پیامبر و مؤمنانی که با او بودند می گفتند یاری پروردگار چه زمانی خواهد آمد؟ آگاه باشید که یاری الله نزدیک است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. أمة الإسلام أيها الناس هي كبقية الأمم يقع عليها من ابتلاءات ما يقع على غيرها، ومن نظر في التاريخ لن يجد أبدا أن التشريد والقتل والفقر والزلازل والمحن تقع على المسلمين فقط، كلا، بل من نظر في التاريخ وجد جماعات من الأمم الكافرة وقع عليها من أنواع التشريد
ومن أنواع القتل والبلاء ربما مثل ما يقع على أمة الإسلام أو ربما مثل ما وقع أكثر. لكن الله تعالى بين الفرق بين هذا وهذا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران. همچنان با شما هستیم با موضوع آزمایش های الهی و در قبل از میان برنامه جناب دکتر درباره حکمت های آزمایش های الهی صحبت میکردن که برمیگردیم و موضوع ادامه میدیم. جناب دکتر درباره حکمت های آزمایش های الهی میفرمایید. استاد سلیمانی عزیز، قضیه زلزله یک صحنه است از صحنه روز قیامت. ما رو یاد اون روز میندازه که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، وقتی که زمین به لرزه میفته. واقعا صحنه بسیار هولناکی هست. در سوره حج خداوند متعال به ما میفرماید یا ایها الناس ان زلزله الساعه شیء عظیم اتقوا ربکم ان زلزله الساعه ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردمان از خدا بترسید و از خدا برحذر میدارم شما رو که زلزله روز قیامت بسیار زلزله بزرگی هست. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا. در اون روز مردم دیوانوار حرکت میکنن. اون لحظه ای هست که حتی مادر بچه شیرخوارش رو نمیشناسه، میندازدش دور. هر کسی به فکر خودش هست. یک لحظه بسیار وحشتناکی هست و در ساعتهای زلزله در واقع همچنین تجربه ولو به مقدار بسیار کوچیکی رو ما چند دقیقه یا چند ثانیه ما این رو احساسش میکنیم، میچشیمش. الان این وقتی که همچنین موردی پیش میاد، این در واقع یک صحنه است برای گروهی پیش اومده و یک گروه بزرگ دارن این صحنه رو میبینن از دور. الان برای این گروه بزرگ که تو میدان هستن و این ضربه به اونها وارد شده، این یه فرصتی میده بسیار طلایی برای این افرادی که تماشا میکنن و نظاره‌گر هستن که بیاین و اون قدرتی رو که خداوند متعال در اونها گذاشته. اینجا در این نظاره‌گران هیچ کسی نیست که بتونه که من نمیتونم کاری بکنم، نه خیر. یک کسی هست که امام مسجدی هست، داعی هست، واعظی هست، خطیبی هست، میتونه مردم رو جمع کنه و تشویق کنه به کمک کردن. یک کسی هست که الان فرصت براش مهیا شده، نمیدونست که چطور کار خیر بکنه و کار خیر و خاصتا این صدقه دادن پیش خدا عجیبه. یعنی ببینید صدقه دادن اینقدر پیش خدا عجیبه که حتی اون ماهیتش عجیب میشه. ببینید شما ببینید من یه چیزی دارم صدقه میدم، این صدقه دادن چه ربطی بین صدقه دادن من با بیماری بچم هست؟ در ظاهر هیچ ارتباطی نداره. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند داو مرضاکم بالصدقه، بیماراتونو با صدقه درمان کنید. یعنی
صدقه در واقع کل این قوانینی که ما گذاشتیم اینها رو بر هم میزنه. موافق همین است. موافق همین. یک حالتی هست که پیش خداوند انسان رو اینقدر عزیز میکنه که وقتی انسان دعا میکنه خداوند اجابت. وقتی انسان از خداش میخواد که کی از ما که عزیزانی رو از دست نداده و همه منتظره. ببینید بر الوالدین ما همیشه روش تاکید داریم. بر الوالدین بعد از وفات والدین مهمتر هست از بر والدین قبل از وفات والدین. وقتی که هستن شما چی کار میتونید بکنید؟ یک کمکی میتونید بکنید که اون اصلا شاید نیاز نداشته باشن. یک احترامی میکنید که برخی از همسایگان احترام بهتر از شما رو میکنن. تازه هر چی میکنید در محدوده دنیای اونهاست. بعد از این که رحلت فرمودن اینها منتظر خیرات شما هستن. وقتی که شما صدقه میدید و از خداوند میخواهید که اجرشو برای پدر، مادر، عزیزی که از دست دادید بذاره، ببین چقدر به نفع اون هست و چقدر فایده میکنه. خب الان اونایی که این کارا رو دارن، یکی میگه که بابا من چیزی در بساط ندارم. چی بلدی؟ پزشکی؟ الان وقتشه. من میخوام عزیزانی که تو زاهدان هستن و تو مناطق مختلف هستن، تو جنوب هستن، تو به خصوص افرادی که در مناطقی هستن که وضعشون بهتر هست، عزیزان ما در جزیره قشم، عزیزان ما در بندر عباس و در مناطق بندر، در چابهار، این عزیزان بلند شن و تا میتونن و هم خودشون هم از دیگران مایه بذارن. کمک های نقدی، کمک های اون کسی که هیچ چی نمیتونه، اون پیرزنی که تو روستاست میتونه دعا کنه واسه شون. بله. اما بی احساس نباشه. اون پزشکای عزیز بیان و بسیج بشن، اکیپی تشکیل بدن، برن به اونجا کمک کنن، وسایلشون رو برگرفته از مناطق مختلف حرکت کنن. پزشکا میتونن برن، مهندسین و معمارا. این عزیزان الان جای سرپناهی ندارن. یعنی استاد سلیمانی عزیز، ما فقط اگر بخوایم بگیم که اهل سنت ایران یه ذره مایه بذارن، یه هفته بعد این مناطق 200 برابر بهتر از قبل از زلزله خواهد شد. ما 30 میلیون جمعیت اهل سنت داریم. این 30 میلیون، حالا بقیه ایرانی رو من استثنا نمی کنم، من اصلا بر این اعتقادم که ما در ایران شیعه به معنای اون شیعه‌ای که الان معروف هست تو دنیا نداریم. ما ایران کلن اهل سنت هست، یه مقداری از این اهل سنت شیعه زده شدن. اینا قلبشون همون قلب اهل سنت هست، ایمانشون همون ایمان هست، مگر اون یه قشر که 1% از جمعیت رو هم تشکیل نمیدن، که اون آدمای موذی و دزدای سرگردنه که اومدن و کشور رو چپاول کردن، که اونا رو نمیشه گفت اصلا ایرانی، نمیشه گفت مسلمون، نمیشه گفت انسان. اونی که میاد خون انسان رو، اینا زالو هستن. یه زالویی یک عمامه رو سرش گذاشته، یک پشمی هم رو به صورتش چسبونده، این زالو هست. این رو ما حسابش رو بذاریم کنار. اینا جز این ملت و جز انسانیت نیستن. اما بقیه الان تو میبینی هم نوعت، عزیزت داره اونجا جون میده تو این سرمای وحشتناک. یکم خودمون همون نیمه های شب امروز تجربه کنیم. امشب بدون پتو بخواب، ببین که چه حالی داریم. هر جایی کشور که هستی، یک سرمای کمی هم که هست، احساس میکنی که اون عزیزت در اون منطقه سرد چه حالی داره. پزشکا برند، جوانای با همت برند اونجا. این افرادی که وفات کردن زیر آوارها، بعضیا شاید تا حالا هم زنده باشن، اینها رو کی میخواد بیاد بیرون؟ هیچی نداری جوان من، یک بیل بگی دستت، حرکت کن، برو. منتظر چی هستی؟ اینه که همه اگر دست در دست هم بدیم، نشون میدیم اولا به خدامون که ما انسان هستیم، ما انسانهای مؤمنی هستیم که این آزمایشی که از جانب توی پروردگار اومده که ما را امتحان کنه، ما تو این امتحان
موفق میشیم، تو این امتحان پیروز میشیم. اما اگر این کار رو نکنیم استاد سلیمانی عزیز، هرگز خداوند از ما در نمیگذره. تو دیدی، ببینید خیلی عجیبه استاد، در روز قیامت خداوند متعال به بندش میگه، این از عجیبترین تصاویری هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما نقل کرد، که خداوند به بندش میگه ای بنده من گرسنه بودم به من غذا ندادی. به خودش نسبت میده الله تعالی. خداوند میگه که من گرسنه بودم، من خدا. بنده وحشت میکنه. این یعنیش که یا الله شما رب العالمین هستید، شما گرسنگی یعنی چی؟ میفرمایند که بنده من فلانی گرسنه بود، اگر بهش غذا میدادی لوجدت ذلک عندی، اون اجر و پاداش اون کار تو الان پیش من میدیدی. یا ولوجدت لوجدتنی عنده. اون روایت بعدش میاد اگر ای بنده من تشنه بودم به من آب ندادی، میگه پروردگارا تو رب العالمین هستی، تو چطور تشنه میشی؟ میگه بنده من فلانی، یعنی الان کی هست که تو این منطقه زلزله گرسنه و تشنه نیست؟ اکثرشون اینطوری. اگر میخوای این رو ببینی پیش خداست، همینی که میفرستی. اما مهمتر از این، بنده من مریض بودم نیومدی به عیادت من. چقدر عزیزانی هستند که اونا الان زخمی هستند اونجا؟ آماری که دولت اعلام میکنه 10,000 نفر. نمیگه که چرا حال نمیدن برام دارو نفرستادی، چرا نیومدی به عیادت من؟ میگه یا رب العالمین تو چرا مریض میشی که من بیام به عیادت؟ میگه بنده من فلانی بیمار بود، اگر میرفتی به عیادتش لوجدتنی عنده، منو پیش اون میدیدی. عزیزانی که میخوان خدا رو ببینند الان فرصتش. کمر همت. آی پزشک عزیز، تو از شکم مادرت که اومدی پزشک نبودی ها. این ملت مایه گذاشت، این ملت بود که این همه مالیات داد و این همه پول این ملت و بیت المال این ملت بود که این دانشگاه ها رو درست کرد، این اساتید تربیت شدن و تو ساخته شدی. الان وقتشه که این دین رو پرداخت کنی. این کشاورز بیچاری که الان تو کرمانشاه و تو اون دهات ها و روی اون کوه ها بیل میزد تا اون سیب و اون پرتقال و اون غذا رو برای توی شهرستان برسونه، در مقابل این تو الان مسئولی. این غرب کشور این مرزا حفاظت کردن، اینا در مقابل اینا تو مسئولی. توی پزشک مسئولی، توی مهندس و معمار مسئولی، توی انسان مسئولی، توی پهلوان مسئولی، توی جوون مسئولی، توی خانم ناتوانی که افتادی شلی تو هم مسئولی. چطور؟ میتونی بشینی روی سجادت دعا کنی که خدایا بار الها من نه دست دارم نه پا دارم نه توان دارم، اما این انسان ها اونجا که کمک نیاز دارن، بار الها خودت به اونها کمک کن. یعنی اینها الان هیچ انسانی نیست که بگه که من کاری از دستم بر نمیاد. همه این فرصته که ما بیاییم به خدامون نشون بدیم که بار الها ما به فکر انسانهای دیگه هستیم. ما انسانیم. همون شعر زیبای سعدی خودمون که بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این
فرصتی هست که ما باید این رو غنیمت بشماریم. همه اگر دست در دست هم ببینید استاد سلیمانی عزیز، ما از 4 تا ژاپنی کمتر نباشیم. ژاپن زلزله اومد، کشورهای دیگه خواستن کمک کنن، گفت ما نیاز نداریم. ظرف 6 ساعت تو مناطق زلزله زده چیزی به نام آثار زلزله نموند. ما از اون چیمون کمتره؟ اینی که منتظر باشید آقا حکومت آمبولانس اون دزدای سرگردنه آمبولانس بفرستن برای اونا، چرا منتظر اونا باشیم؟ انتظار داشتن از گرگ این حماقت. اما خودم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئولی از اون چیزایی که تو توانتون هست، زیر دستاتون. الان اینا همه زیر دست ما هستن، همه نیازمند ما هستن. ما اگر حرکت نکنیم کی میخواد اینا رو به دادشون برسه؟ این فرزندانی که الان یتیم شدن اونجا بی سر و پناه هستن، اینها میخوان چی کار بشن؟ دست کی میخوان بیفتن؟ الانه که همه باید دست در دست هم بزنیم. این یک آزمایش الهی است. همونطور که برای اون عزیزان آزمایش الهی است، برای ما هم آزمایش الهی است. شاید آزمایش ما سخت‌تر از اونها هم باشه. همیشه آزمایش آرامش سخت‌تر از آزمایش سختی. ما دو نوع آزمایش داریم. یه آزمایشی که خداوند به انسان سختی میده، یک آزمایشی هست که خداوند به انسان نعمت میده. آزمایش نعمت، شکر نعمت سخت‌تره. و خداوند متعال در شکر نعمت چی میفرماید؟ اعملوا آل داوود شکرا. نفرمودن آل داوود شکر بگید، آل داوود شکر انجام بدید. ای آل داوود اونایی بودن که خداوند بهشون مال و ثروت داده، ملک پادشاهی داده بود، مال و ثروت داشتن، امکانات داشتن. ای صاحب امکانات شکر انجام بدید. شکر الحمدلله 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 گفتن نیست، شکر انجام دادنیه. شکر مال همه این نعمت هاست. تویی که مال و ثروت داری، انجام دادنش انفاق در راه خداست. تویی که دکان و وسایل و اینا داری، انجام دادنش از همین وسایل فرستادنه. تویی که فقط ماشین داری، امکانات نداری، عزیزان توی مسجد اعلام کنید عزیزان ماشین من در خدمت شما، من توانش رو ندارم که بنزین و گازوئیلش رو تأمین کنم، شما بنزین و گازوئیلش تأمین کنید، رانندگیش از من، 5-6 نفر هم با من همراه بشید، یالا بسم الله توکل علی الله بریم فلان روستا، من یک از دوستی دارم، از راه اون میرسیم به اونجا میرسیم. کی از ما که تو این مناطق کسی رو نشناسه؟ نیاز نیست اصلا بشناسیم. حرکت کن برو اونجا، درد رو خود به خود میبینی. به خصوص جاهایی که دوردست هستند و تیررس نیستند. خب خیلی از شهرها هستند عزیزانی میتونن به اونجا برسن، اما اون روستاها، اون کوههای دوردست، اون مناطق اونجاست که همت میخواد. این میدان هست. الان هر کسی به هر صورتی که میتونه بیاد جلو و خودش رو پیش خداش عزیز کنه. اعملوا آل داوود شکرا. نگیم که دیر شده، چند روز گذشته و شاید نیاز ندارن، چون هیچ اتفاقی نیفتاده. خونه‌ها خراب بود، همون خونه‌های خراب سر جاش هست، چیزی ساخته نشده، چیزی اضافه نشده و مشکلات همچنان داره بیشتر هم میشه و سرما و مشکلات پیش رو هم شاید بیشتر میکنه مشکل. و این مشکل همچنان ادامه داره. یعنی این بنده خدایی که خونه زندگی داشت، اون کشاورزی که 4 تا 5 تا گاو و گوسفند داشت و الان همه رو از دست داده، این باید سر پاش دوباره وایسه یا نه؟ تا آخرین لحظه باید کنارشون باشه. باید این رو زندگیش رو بهتر از اونی که هست بسازی. این عزیزانی که اون بچه‌هایی که کنار این عزیزان بودن اونا رو از دست داده، ما بچه‌هاش باشیم. هر یکی از ما چه اشکال داره که آقایی که میتونه بره فقط یه خانواده رو بگیره. عزیزان من تا آخرش با شما هستم. چقدر مشکله برام. چیکار قشنگه. همه
من این صحنه رو من در ترکیه دیدم استاد سلیمانی عزیز، که بعضی از مناطقی که متضرر شده بودن، بعضی از عزیزان از استانبول و آنکارا رفته بودن، هر کسی یه خانواده رو تکفل کرده بود برای همیشه. خونهشون درست کرده بود روزای اول که امکانات نیاز داشته بود، بعد کم کم خونهشون رو به صورت با همون خودش هم اینقدر نداشت، اما این جزئی از خانواده من هست. الان تصور کن چه علاقه و چه رابطه ای بین این فردی که تو استانبول و آنکارا هست با این فردی که تو این روستا بود تا امروز، چه علاقه و محبتی که قائم هست، جزئی از این خانواده هست. دوباره خونش رو درست کرد، تو همه بچه هاشو گرفت برد به شهر برای تحصیل و یعنی تصور کن که چقدر انسان ها به هم نزدیک میشن و چقدر زندگی زیبا میشه. اما اینی که ما امروز فقط 2 تا بطری آب بهشون بدیم و فرداش چی؟ مشکل حل نشد. تا آخرین لحظه الان هر یکی از ما که توانمندیش داره، یه نفر، یه خانواده، یک کودک، یک پیرزن، این رو به عهده بگیره. فکر کن آقا مادر بزرگته اونجا زندگی میکنه، فکر کن برادرته، فکر کن عزیزته، تا آخرین لحظه باش تا رو پای خودش بیسته. و این ملت، خصوص ملت این منطقه استاد سلیمانی، این ملت اینقدر عزت نفس دارن که حاضر نیستن دستشون رو به کسی دراز کنن. از گرسنگی حاضرن بمیرن، اما اینا افرادی نیستن که دستشون رو به کسی لا یسألون الناس الحافا. اینا انسان‌های بسیار عزیزی هستن. منطقه کردها یه منطقه‌ای که بری اونجا کیف میکنی از سلام و علی کردن با این ملت. ملت بسیار مؤمن، بسیار مهمان دوست، بسیار غیور، بسیار شجاع و عزت نفس دارن. فقط تو برو الان این ضربه بهش خورده، برو این دلداریش کن، برو پانسمانش کن، هیچی نداری، برو همینطور یه لبخند بهش بده که احساس کنه که تنها نیست، احساس کنه که برادری داره، یک عزیزی داره، احساس نکنه که بسیار بیگانه است. تا نکنه افراد سودجو و شبکه‌های سودجو و مکار بیان این رو شکارش کنن و بر ضد تو فردا استفادهش کنن. وقتی انسانی که احساس بکنه که هیچ کسی بهش بها نمیده، هیچ کسی براش هیچ مهم نیست، خلاص اونم به لبخندی دل میده. به هر لبخندی شاید دل. خیلی ممنونم جناب دکتر، ما وقتمون پایان رسید. در 1-2 دقیقه اگر صحبت پایانتون با بینندگان عزیز داشته باشید. عزیزان بزرگوار، ما هممون بندگان خدای متعال هستیم و این صحنه دنیا چند روزی بیش نیست. امروز شاید باشیم، فردا نباشیم. همین فردایی که خیلی از عزیزان کمر همت بالا می‌زنند و میرند تا کمک‌های خودشون رو به این عزیزان برسونند. ببینید این حق این عزیزان هست. گمان نکنید که شما برای اونا منت میذارید و بهشون کمک میکنید، نه، وظیفتون رو دارید انجام میدید. عزیزانی که فردا میخوان برن و کمک کنن، ببینید شاید این فردا من و شما نباشیم، پس تا فرداش منتظر نباش. همین الان هر آن چه میتونی رو جمع کن، بذارش دم در خونه که فردا صبح برسونی. اگر میتونی الان برسونی، الان برسون. شاید فردا صبحی در کار نباشه و دم خونه به موندی به همه اطرافیانت بگو که اینا رو فردا برسونن. شاید شما نباشید. عزیزان، همونطور که زلزله اونجا اومد، شاید زلزله و سیل و عذاب الهی میاد پیش ما. عذاب الهی تنها این نیست، بیماری هست، سختی ها هست. اگر ما از چشم خدا افتادیم هرگز بلند نخواهیم شد، هرگز طعم سعادت رو نخواهیم چشید. الان فرصت اینه که ما بیاییم با دادن در راه خدا خودمون رو پیش خدامون عزیز کنیم و لذت ببریم که ما بندگان خدا هستیم. از الان برای خودت زن و بچت رو جمع کن و بشینید یه برنامه بریزید که ما در قبال این عزیزانمون چی میتونیم بکنیم. کمترین کاری که میتونی بکنی اینه که دیگران رو هم تشویق کنی. خیلی از عزیزان هستن که پرتن، خیلی ها هستن که اصلا خبر ندارند و اخبار نمیشنوند. به هر صورتی که هست
عزیزان داخل کشور، عزیزان خارج کشور، عزیزان مناطق همجوار، عزیزان دورتر، همه و همه دست در دست هم بدیم و به این برادرامون، به این خواهرامون، به این پدر و مادرامون، به این عزیزانمون برسیم. احساس کن که اینا جزئی از خانوادت هستن. کوتاهی کردی به خودت ظلم کردی، نه به اونها. و یادت باشه خداوند به هیچ یک از ما نیاز نداره، اما در راه خدا که انفاق کردی پیش خدا عزیز هستی. الان وقت اونه که در راه خدا بدی، در راه خدا. این الان نصرت، وقت نصرت هست. و کسی که ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو یاری کنید خداوند شما رو یاری میکنه. الان صدقه ای که میدی این میفته دست خدا و روز قیامت این رو خواهی دید. همت کنید و خیلی بده، خیلی بده، زشته، جای ننگ داره که ما عزیزی رو در کنار خودمون داشته باشیم که میناله در این سرمایه وحشتناک و ما راحت بگیریم در کنار زن بچه‌مون راحت بخوابیم. انشاءالله که این گونه نخواهد بود. ممنونم از شما جناب دکتر که وقتتون در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید. همچنین از همه شما عزیزان و بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید ممنون و سپاسگزاریم. بار دیگر از الله متعال برای همه عزیزانی که در این حادثه از دنیا رفتن بالاترین درجات بهشت و مغفرت و رحمت الله تعالی و همنشینی با انبیا، صدیقین و شهدا و صالحین رو خواهانیم و همچنین برای همه گذشتگان ما و شما و امت اسلامی. برای بازماندگان مجروحین شفای عاجل رو عنایت داریم. برای همه عزیزانی که مصیبت دیدن و ماندن از الله متعال صبر و استقامت و برای خودمان توفیق خدمت و توفیق درک صحیح موضوع و آزمایش الهی و اینکه بتوانیم قدمی برداشته باشیم در راه حل مشکلات این عزیزان. و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدار شما.